چطوری؟ اومدم توی این ویدیو واسه یه آموزش دیگه بچه‌ها. چه آموزش؟ بچه‌ها اومدم بهتون آموزش بدم چطوری میتونید تمرین کنید کالافو. شاید یه سری حرکات ندونید، میخواید برید تمرین کنید و یه چیز عجیب هم آخر ویدیو میخوایم تست کنیم که توی اینترنت وایرال شده. بریم سراغ ادامه ویدیو. بچه اگه هنوز ندونید تو کانال ما چه خبره، تو کانال ما ویدیو آموزشی کالاف میذاریم. اگه میخواید کالافتون بهتر بشه حتما کانال دنبال کنید. بریم سراغ ویدیو. تمرین کردن داخل مولتی پلیر. شما وارد این بخش میشید. نمیخوام بیام. شما وارد این بخش میشید. میاد توی سرور میزنید یه پراکید که همتون میدونید و سینگل پلیر مپ ترینینگ رو میزنید. آخر دیگه خیلی اینو تست کنید. این چیکار میکنه؟ میتونید اینا رو انتخاب کنید. مثلا من با اینکه طول نکشه سیشن دیستروی برمیدارم. مپش هم میتونید انتخاب کنید. من یه مپ کوچیک میذارم. یه مپ تیم دفمش میذارم که یه شیپمنت داخلشه. میاین یه شیپمنت رو انتخاب میکنید و استارت میزنید. تا استارت زنید میرید تو بازی و میتونید تمرین کنید چجوری حرفه‌ای تر بشید. یعنی حرفه‌ای هستی، حرفه‌ای تر میشی، قوی تر میشی تو کالاف. خب اینجا تفنگتون انتخاب میکنی. من فورم رو برم دارم، همین یکی صدی برم برنالش. خب نگاه کنید. بگم الان این تو بتونون یاد بدم. الان همه اینو باز نکنید واقعی. الان رو حالت استوپن. خب این دوتا رو بزنید. تیر و بمبتون بینایت، تیرتون بینایت میشه و هم نامری میشه. این اد بوت رو بزنید، بوت به بازی اضافه میشه. الان بوت اضافه شده داره. نگاه کنید الان من بینایت میشن تیر زنده رو چون فعال کردم. بایستید اول روی این تست کنیم. یک نه این یک دو 64 19 با نمیدونم. اینو میذارم بزنم. خب این نورمال رو بزنید. نورمال میشم و بهتون تیرم میزنم. الان باید اگه اینو بردارم تیر میزنم بهم. خب بچه بریم سراغ آموزش که نه یه چالش دیگه. درست بایسته میخوام فینیشرتو بگیرم. فینیشر میخوام بگیرم. آموزش بعدی بچه من تستش کنم راسته یا نه. تو این مود بریم داخلش. به این راست میگن که 99 تا جون داره یا الکیه. میریم یه تفنگ برمیداریم ببینیم واقعیه. نه M4 اینا تیر زیاد میخوام. M4 رو بردارم. من اسنایپر برمیدارم. اینو برم
کیو. خب من آدم میخوام باشه. مثلا های بذارم. یا اول چقدر سرعتش زیاد شد. اسلاید بسید یه لحظه بچه. این چی اینجا؟ چرا چی پیدا بایسته بمیر 360 میشه رفت اونجا اصلا. آره میشه. نه اینجا نمیشه. من تو رو میزنم. بگیر. خب اون بیرون هم میشه رفت بینم. نه این بیرون من دلم میخواد برم. بشینیم یه چای بخوریم. ولش کن چای میچسبه الان توی موقعیت. خب بچه هم تستش کنیم ببینیم صورت این الان آرومه. عادش سری میدوه. همش اینو میزم رو اولی. نه این بده نخواه. این توفنگ میشه عوض کرد. آقا توفنگ میشه عوض کرد. آره نه الان جونی چقدر دیت بایسته تیر بزنم همینجوری بهت. مرد. به این ربات تیر میزنم. چه عوض کردم. یه تیر 32 این رباته که نمیه. چدم به این تیر میزنم. نگاه کن این ربات نمیره. چدم دارم بهش تیر میزنم. اصلا یه تیر 2 تیر 3 تیر. وایسا ولش کن بچه. میریم داخل. بچه دیگه بتل رویال که مولتی پلیر نشد دیگه. من بتل رویال دیگه داخل مولتی پلیر نشد. یه لحظه درست من راشو برم دارم چون اینجوری شد. من بوت میخوام. بابا چرا اینا رو میاری خب بوت میشه وایسان. میتونی وایسی. تیران بینایت کنم اول. وایسا 1 2 3 4 5. بابا نمیری چرا تو. اصلا خوب شد. نه اگه بزنم روی این چی میشه. اینا چرا بعضیشون دارن میشینه که دارن دراز نشست میرن. نشین بلند شو. زمین کثیفه. دایره‌ای بچرخید. نه واسه که بکنم به یه معنی دیگه است. سپر دارید الان همتون. الان که من اومدم بهتون تیر بزنم همتون سپر گرفتید. یه جلو بینم. من میخوام یه فینیشرتو بگیرم. برید تو یه دونه بیا. آره برو. آره.
اصلا تیر نشون نمیده والا سری. مال ما که نمیشد داداش، ما نمیکنه، ما کار نمیکنه اصلا. بابا تو من نمیدونم چیزی باید وایسه. فوروارد چون حمله داداش. فوروارد دارید، دستور میدم فوروارد برو، وگرنه خودم از اینجا میندازم اون طرف. نمیشه چرا من میخوام برم اون طرف تا اینجا. اینجا اون بالا بچه مرز گیدیو تماشا کردید. بوده بیا وایسا تا ویدیوی بعدی که نه. الان یه چیزی میخوام بهتون بگم. رسیدیم نمیشه رفتیم بالا. این پرشه اینم داخل خونه میشه رفت. یه ذره خوب داخل هم میخوام برم. نمیشه. خب معلومه که کالاف ما رو دوست نداره. خب بچه مرسی که ویدیو تماشا کردید. اینو برمیدارم. من میخوام نوتیش یکی میدستم. نه دیگه من اینه رو بعدشم سینم. این چیه؟ بوم. من اینو برمیدارم. یه دونه اینو برمیدارم. من اینو میخوام بردارم. نه هاپو این نه اینو. بسیار من یه دونه خوبش میدونم اینو. یادم بنی به درد نیستونه خورد. دوتا تو خواهی نورم بس اینم چرا پر نمیشه انقدر سریع. من اصلا ندارم. بچه خداحافظ.